7 ماه از ازدواجمون گذشته بود. عشق بین من و سلیمان بیشتر از قبل شده بود. یه روز تازه از مغازه برگشته بودیم خونه که یکی محکم و پشت سر هم میکوبید به در. سلیمان رفت در رو باز کرد. دیدم صدای گریه و التماس یه زن میاد. رفتم بیرون. خدایا چی میدیدم؟ رضوان بود با 4 تا دختر قد و نیم قد. تا منو دید اومد جلو و خودشو انداخت جلوم. گریه میکرد و میگفت آخ منور، میدونم هیچ جای بخششی ندارم. تو رو خدا به بچه هام رحم کن. الیاس بی غیرت منو با 4 تا بچه از خونه بیرون کرد و گفت پول ندارم شکم تو و دختراتو سیر کنم. به خدا الان 10 روزی میشه که آواره این شهرم تا تو رو پیدا کنم. میدونم در حقت بد کردم، میدونم بد جنسی کردم. تو الان اگه توف کنی تو صورتم هم حق داری، اما تو رو خدا به خواهرات رحم کن. مادرم مرده، اون برادر بیشرفم هم که از همون روز نحس گم و گور شده. من غیر از تو کسی رو ندارم. باورم نمیشد این رضوانی که داره به من التماس میکنه. همه اون روزایی که کتکم میزد، به هم غذا نمیداد، اون نقشه شومو برام کشید. همه جلوی چشمام بود. رو کردم به سلیمان و گفتم اندازه خرید یه نون بهش پول بده بذار بره. بعدم راه افتادم که برم بالا. رضوان گریه میکرد، التماس میکرد، میگفت به خدا کنیزت میشم، به بچه هام رحم کن. یکی از دختراش خیلی شبیه گوهر بود. وقتی نگاش میکردم قلبم درد میگرفت. برگشتم بهش گفتم یه نگاه به این بنداز، ببین چقدر شبیه گوهره. بدبخت، من اگه جای تو بودم هر وقت به صورتش نگاه میکردم از عذاب وجدان میمردم. یادت نرفته که چه بلایی سرش آوردی؟ تو چه رویی داری که اومدی من کمکت کنم؟ سلیمان بندازش بیرون. این زن مادرمو دق داد، بیبی نازنینمو ازم گرفت، باعث شد خواهر کوچولوی من یخ بزنه و بمیره. بعدم رو کردم به رضوان و گفتم تو حتی اگه بمیری هم دل من آروم نمیگیره. دیگه گریم گرفته بود. رفتم بالا. یه رو به بعد سلیمان اومد بالا، میخواست با هم حرف بزنه. گفتم تو رو خدا هیچی نگو، من اصلا دلم واسه این زنی که نمیسوزه. سلیمان گفت واسه خواهرات چی؟ بعدم رفت تو اتاق. قیافه اون بچه که شبیه گوهر بود همش جلوی چشمان بود. چرا نمیتونستم مثل رضوان بدجنس و بیخیال باشم؟ خدایا حالا چی کار کنم؟ چقدر اون لحظه عاجز و درمانده بودم. خدایا چرا من نمیتونم یه زندگی آروم داشته باشم؟ راستش دلم خنک شده بود که آقا جان رضوانو از خونه انداخته بود بیرون. شاید بفهمه مادرم اون روزا چی میکشید. اما پشیمون بودم که چرا از رضوان یه خبر از آقا جانم نگرفتم. الان کجا بود؟ چی کار میکرد؟ دوباره ازدواج کرده؟ آرزوی پسردار شدن چه به روزش آورده بود. دلم آروم نمیشد. رفتم تو اتاق به سلیمان گفتم دلم داره آتیش میگیره. اون بچه ها که گناهی ندارن. چی کار کنم؟ گفت منور جان تو خیلی زجر کشیدی. باعث و بانی همه روزای سختت هم همین زنه. میتونی مثل خودش باهاش رفتار کنی، میتونی هم کمکش کنی. همه اینا بستگی به خودت داره، اما یه کاری رو انجام بده که دلتو آروم کنه. گفتم من میخوام برم پیش آقا جان، باید باهاش حرف بزنم. 1-2 ساعت بعد راه افتادیم. وقتی از در رفتیم بیرون دیدم که رضوان و دختراش دم در خونمون نشستن. هوا گرم بود، بچه ها بیحال بودن. سلیمان رفت از تو خونه براشون آب آورد. به رضوان گفتم بلند شو بریم روستا، میخوام با آقا جانم حرف بزنم. همه با هم رفتیم روستا. هرچی در زدیم کسی در رو باز نکرد. رفتیم خونه سید خانم. غروب سید خانم بهم گفت منور جان چراغ خونتون روشن شده. با رضوان و بچه ها رفتیم جلوی در حیاط باز بود. وقتی وارد شدم انگار یه لحظه ننه رو دیدم که داره لباس میشوره. بیبی داره سبزی میچینه و گوهر دور تا دور حیاط میچرخه. چقدر این خونه رو دوست داشتم. بغضم گرفته بود. داد زدم گفتم آقا جان. در رو باز کرد و اومد روی ایوون. از دیدن همه ما کنار هم تعجب کرد و گفت چه خبرت خونه رو گذاشتی رو سرت؟ گفتم چی شد آقا جان؟ پسردار نشدی؟ رضوانم مثل ننه بیچاره من دلتو زد؟ یه نگاهی بهم انداخت و گفت از اینجا برو، تو کارای منم دخالت نکن. بعدم رفت داخل و در رو بست.
بغضم ترکید. با گریه داد زدم و گفتم تو هیچ وقت ما رو ندیدی آقا جان، هیچ وقت نفهمیدی من و ننه و گوهر چقدر دوستت داشتیم. حالا هم اینا رو انداختی بیرون یه زن دیگه بگیری اون برات پسر بیاره؟ تو که پسر بودی واسه بیبی بدبخت چی کار کردی؟ آقا جان بیا منو ببین، بیا شوهرمو ببین، من خیلی خوشبختم، خیلی زیاد. ولی میدونی اگه سلیمان نبود چی به سر من میومد؟ پسر میخواد برات چی کار کنه که ما نمیتونیم انجام بدیم؟ گوهر رو یادت رفته آقا جان؟ بیا این بچه رو ببین که چقدر شبیه گوهره. آقا جان دلم درد میکنه از این همه سال نداشتنت. آقا جان دلم درد میکنه از این همه بی کسی. آقا جان تمام این سالها با اینکه منو عین یه دستمال کثیف از خونه انداختی بیرون من دلتنگت بودم. آقا جان تو منو به اون عمارت فروختی، اما من هر شب با اشک و دلتنگی سر روی بالش گذاشتم. نکن آقا جان، تو رو خدا نکن. کاری که با ما کردی و با این 4 بچه نکن. نذار مثل من عقده‌ای بشن. انقدر صدام بلند بود که کلی آدم ریخته بود تو حیاط و به حال من زار می زدن. سلیمان و سید خانم هر کاری کردن آروم بشم نتونستن. انقدر داد زده بودم گلوم درد گرفته بود. آقا جان اومد بیرون. جمعیت رو که دید داد زد و گفت از خونه من برید بیرون. دختر ببین چه معرکه ای را انداختی. همتون برید بیرون. زندگی خودمه، به کسی هم ربطی نداره. جمعیت که رفتم بیرون دیدم رضوان و 2 از دختراش نیستن. آقا جانم تو حیاط پشتی یه سگ داشت. صدای اون سگ بلند شد و پشت سر هم پارس میکرد. صدای آه و ناله هم بلند شد. دویدیم سمت حیاط پشتی. وای خدای من. رضوان خودشو آتیش زده بود. 2 از دختراش رفتن کمکش کنن، اونا هم آتیش گرفتن. از دیدن صحنه روبروم انقدر وحشت کرده بودم که از حال رفتم. کل خونه رو دود برداشته بود. وقتی به هوش اومدم تو خونه بودم و سلیمان بالای سرم بود. صدای گریه 2 قلوهای رضوان می اومد که مادرشون رو صدا می کردن. سلیمان گفت خوبی منور جان؟ گفتم رضوان و بچه ها. سرشو انداخت پایین و تکون داد. وای نه رضوان و 2 از دختراش فوت شده بودن. اون دخترش که شبیه گوهر بود فوت شده بود. داشتم دق می کردم، فقط جیغ می زدم و گوهر رو صدا می کردم. رفتم تو حیاط، کلی آدم ریخته بود اونجا. جنازه ها رو زمین بودن و روشون پارچه انداخته بودن. آقا جان با 2 قلوهاش بالای سر جنازه نشسته بود و گریه می کرد. رفتم جلو و گفتم الان آروم شدی؟ چند نفر دیگه باید بمیرن تا تو دست از کارات برداری آقا جان؟ دلمو خون کردی. قلبت چجوری طاقت این همه داغو داره؟ سرنوشت این 2 بچه چی میشه؟ اینا رو هم مثل من از خونه بیرون میکنی؟ آخ آقا جان چه قلب سیاهی داری تو. اینا رو گفتم و خودم رو انداختم رو جنازه خواهرام و داد زدم خدایا بس دیگه، طاقت ندارم. گوهرم دوباره رفت. خواهر مظلومم، بمیرم واسه اون دل کوچیکت. آخ که منم با شما سوختم. خدایا این عذاب تا کی ادامه داره آخه؟ من میگفتم و مردم اشک میریختن. جنازه ها رو دفن کردیم. 2 قلوهای رضوان خیلی اشک میریختن. آقا جانم بغلشون کرده بود و نوازششون میکرد، اما حالا دیگه چه فایده ای داشت؟ دقیقاً نوشدارو بود بعد مرگ سهراب. من دیگه نرفتم خونه آقا جان. اصلا نمیتونستم دیگه تو اون خونه برم. با سلیمان برگشتیم خونه خودمون. خسته و داغون بودم. دلم طاقت اون همه قصه رو نداشت. نشستم یه دل سیر گریه کردم تا خوابم برد. سلیمان خیلی دلداریم میداد. واقعا اگه محبتاش نبود منم مثل ننه حتما دق میکردم. دلم پیش 2 قلوها بود. سرنوشتشون چی میشد؟ آقا جان باهاشون چی کار میکرد؟ کاش میتونستم براشون کاری انجام بدم. 1-2 هفته گذشت. کلن تو خودم بودم. سلیمان درکم میکرد و کاری به کارم نداشت. چند وقتی بود که حال خوشی نداشتم. همش بی حال بودم و حالت تهوع داشتم. یه روز که خاله اومد به هم سر بزنه گفت دختر تو چقدر شبیه زنای حامله شدی. گفتم وای خاله فکر کنم حاملم، خیلی حالت تهوع دارم و بی حالم. راستش خاله دلم نمیخواد سلیمان نزدیکم بشه. خاله چشماش برق زد، اشکش ریخت و گفت ای خدا شکرت که من نمردم و خوشی این بچه رو دیدم. بغلم کرد و گفت این مژده رو خودم باید به شوهرت بدم. رفت که به سلیمان خبر بده. ظهر که سلیمان اومد خونه صورتش ناراحت و گرفته بود.
بهش گفتم چی شده؟ خاله نیومد مغازه؟ دستمو گرفت و نشون رو تخت، سرمو بوسید و گفت منور جان، اگه دلت نمیخواد این بچه رو میتونی بندازیش. گفتم چرا بندازمش؟ گفت منور تو واقعا ناراحت نیستی که از من بچه دار شدی؟ گفتم چرا باید ناراحت باشم؟ تو جان منی. این بچه به زندگیمون رنگ میده. ما خیلی تنهاییم. باید کلی بچه داشته باشیم. بغلم کرد و گفت دور سرت بگردم. گفتم باباش لطفاً ازمون فاصله بگیر، من الان به بوی شما حساسم. خندید و رفت کنار و گفت چشم، هرچی شما بگین. اصلا میخوای من برم تو مغازه بخوابم؟ خندم گرفت و گفتم دیوونه شدی؟ همین که یکم فاصله داشته باشی کافیه. دوران بارداریم به خوبی گذشت. سلیمان خیلی حواسش به من و خورد و خوراکم بود. یکی دو بار ازش خواستم منو ببره روستا دو قلوها رو ببینم، اما قبول نکرد. گفت هم مسیر طولانیه، هم ممکنه آقات ناراحتت کنه. بالاخره پسرم محمد به دنیا اومد و خوشبختی منو کامل کرد. سلیمان فقط اشک میریخت و دست و پای منو میبوسید. محمد 1 ماهه بود که از سلیمان خواهش کردم منو ببره روستا. قبول کرد. وقتی رسیدیم روستا غروب بود. در حیاطمون طبق معمول باز بود. رفتیم داخل. 2 قلوها تو حیاط بودن. تا منو دیدن دویدن تو بغلم. بوسیدمشون و گفتم آقا جان کجاست؟ گفتن تو خونه است. رفتم بالا در زدم و رفتم داخل. وای خدای من، چه خونه زندگی کثیف و به هم ریخته ای. آقا جان رو تشک دراز کشیده بود و ناله می کرد. رفتم جلو صداش کردم. برگشت نگاهم کرد. گفتم سلام آقا جان، من اومدم. چی شده؟ چرا ناله می کنی؟ گفت تویی منور، دارم می میرم، شکمم درد می کنه. به سلیمان گفتم مراقبش باش، من یه چیزی درست کنم. چای نعنا و نبات درست کردم و دادم به سلیمان که بده آقا جان. خودم هم رفتم توی یکی از اتاقا رو تمیز کردم. به سلیمان گفتم آقا جان رو ببره تو اون اتاق. بعدم بقیه اتاقای خونه و آشپزخونه رو تمیز کردم. خونه جون گرفته بود. برای شام سوپ گذاشتم و رفتم تو اتاق. و دیدم آقا جان محمد رو بغل کرده و گریه میکنه. وقتی منو دید گفت این همه سال به خاطر داشتن پسر زجرتون دادم. خدا هم زد تو سرم و آرزوشو به دلم گذاشت. اما حالا یه نوه پسر دارم. منور، من اون همه آزارت دادم ولی تو بازم دلسوز منی. اگه پسر داشتم هیچ وقت به اندازه تو به فکر من نبود. منو ببخش بابا. بغضم گرفت. گفتم الان دیگه وقت این حرفا نیست. پشیمونی فایده نداره. مادرم از دست تو دق کرد. خواهرم به خاطر ندونم کاریای تو یخ زد. رضوان از ترس تنهایی و بیپناهی خودشو آتیش زد. 2 تا دخترات از ترس بیمادری خودشونو چسبوندن به مادرشون و سوختن. آقا جان اینا تاوان اشتباهات شماست، اما به هر حال گذشته ها گذشته. به فکر 2 قلوها باش که زندگیشون مثل من و بقیه خراب نشه. آقا جان من ازت دلچرکینم. تو عزیزترینامو ازم گرفتی. گوهرم، خواهرم، همدممو ازم گرفتی. اما به هر حال پدرمی، بزرگمی. سلیمان گفت بسه دیگه منور جان، هرچی که بوده تموم شده. موقع پهن کردن رخت خواب آقا جان به هم گفت منور، من 2 قلوها رو به تو میسپارم. گفتم خدا شما رو براشون حفظ کنه، خودتون مراقبشون باشین. اون شب نفهمیدم منظور آقا جانم چیه، اما صبح که از خواب بیدار شدم و دیدم آقا جانم رفته و لباساشم با خودش برده، فهمیدم انقدر شرمندگی داشت که نتونست تحمل کنه. راستش اصلا ناراحت نشدم، انگار برام مهم نبود. انقدر تو بچگی ما رو تنها گذاشته بود که برام عادی بود. میگفتم 1 ماه دیگه دوباره برمیگرده. 2 قلوها رو برداشتم و برگشتم خونه خودم. دقیقاً 14 ماه گذشت که یه روز پسر سید خانم اومد شهر خونه ما. تعجب کردم، گفتم چیزی شده؟ گفت آقا الیاس برگشته خونه اما حالش اصلا خوب نیست. منو فرستاده پی شما. با سلیمان و بچه ها راه افتادیم. دلم گواهی بد میداد. جمعیت تو خونمونو که دیدم فهمیدم چه خبره. رفتم داخل، همه رو کنار زدم. آقا جانمو با پارچه و پلاستیک پوشونده بودن. همه جلوی دهن و بینی خودشونو گرفته بودن. آقا رسول که بزرگ و پیر روستا بود اومد جلو و بهم تسلیت گفت. پرسیدم چی شده؟ گفت چند ماهی میشد که تو کوه زندگی میکرد. ظاهرا قلبش از کار ایستاده. کسی نبوده جنازه‌شو جمع کنه، واسه همین جنازش کرم افتاده و بوی تعفن میده. دلم برای آقا جانم سوخت اما اشکم نمی اومد. نشستم تو حیاط روبروی جنازه‌شو گفتم
اینم از سرنوشت تو آقا جان. من حلالت میکنم، اما کاش ننه و گوهر و بیبی هم حلالت کنن. خدا از سر تقصیراتت بگذره. بعد بغضم ترکید و اشکم سرازیر شد. غم و غصه دل من هیچ وقت تمومی نداشت. آقا جانم دفن شد و رفت. ما هم دوقلوها رو گرفتیم و برگشتیم خونه. 3 سال بعد دخترم مینا به دنیا آمد. دوقلوها خیلی کمک حالم بودن. زندگیمون خیلی خوب بود. سلیمان مهربونتر از قبل هوامو داشت. مینا 3 ساله بود که خدا یه پسرم بهم داد، اما مرده به دنیا آمد. به سلیمان گفتم ما که یه دختر و یه پسر داریم، دوقلوها هم که هستن، بیا دیگه بیخیال بچه بشیم. گفت باشه، هرچی تو بگی. 30 سال با فرشته نجاتم سلیمان زندگی کردم. یه زندگی عاشقانه و آروم. دختر و پسرم و دوقلوها همشون سر و سامون گرفتن و خوشبخت شدن. خاله 1 سال بعد اینکه مینا به دنیا اومد فوت کرد. سلیمان نازنینم تو سن 81 سالگی، درست زمانی که تازه از سفر حج برگشته بودیم، صبح که نمازشو خوند و خوابید دیگه بیدار نشد. هیچ وقت اذیتم نکرد. تا لحظه آخرم سر و حال بود. هیچ وقت احساس نکردم با یه پیرمرد زندگی کردم. تا 7مش براش بهترین مراسم عزاداری رو گرفتم. یه عمر در کنارش با عزت و آبرو زندگی کردم. انشالله که جاش تو بهشت برین باشه. الانم خوشبختم چون بچه هام خوشبختن و نوه های نازنینی دارم. نزدیک بچه هام زندگی میکنم. خدا رو شکر اونا هم عاشق پدرشون بودن و هستن و هر سال برای سالگردش سنگ تموم میذارن. من غم و غصه زیاد داشتم، اما پایان شب سیاه سپید است. امیدوارم همتون همیشه خوش و خوشبخت کنار عزیزانتون باشید. راستی اون رحمت بی همه چیزم تو دوران انقلاب به عنوان زندانی سیاسی دستگیر شد و معلوم نیست چه بلایی سرش آوردن. نگاه خدا تو زندگی همتون باشه انشاءالله. اگه از این داستان خوشتون اومد برام بنویسید که چه حسی داشتید. ولی یادتون نره کسی که این سرنوشت رو برام فرستاده ممکنه نظرات شما رو بخونه. پس بیاید جوری حرف بزنیم که دلش نشکنه. سابسکرایب یادت نره، لایک کن و زنگوله رو هم بزن تا قصه های بعدی رو از دست ندی.